بیشتر آدم‌ها توی زندگیشون یک لیست بلند بالا از بایدها دارند. من باید وزن کم کنم. من باید ثروتمند بشم. من باید بیزینس خودم رو شروع کنم. اما حقیقت تلخ اینه که آدم‌ها بایدهاشون رو انجام نمیدن. آدم‌ها اجبارهاشون رو انجام میدن. وقتی که میگی باید یعنی هنوز راهی برای فرار داری. اما وقتی که چیزی برات اجبار میشه یعنی اینکه کشتی‌های پشت سرت رو میسوزه. امروز در روز سوم چالش میخوایم این سوخت اتمی رو برای تمام ابعاد زندگیت بسازیم. از ثروت ذهنی و آرامش درونی گرفته تا کیفیت روابطت و البته استقلال مالی. ثروت برای من فقط یک عدد در حساب بانکی نیست. ثروت یعنی داشتن ذهنی که در طوفان‌ها هم آرومه. تفاوت بین کسی که این ثروت رو داره با کسی که فقط آرزوش رو داره در استانداردشونه. آدم‌های موفق روی بایدها سرمایه‌گذاری نمی‌کنن. اونها استاندارداشون رو بالا میبرن. اونها به کمتر از یک زندگی پربار راضی نمیشن چون این براشون حیاتیه. امروز وقتش رسیده که زندگیت رو از یک آرزو به ضرورت غیر قابل مذاکره تبدیل کنی. توی ذهن ما یک سد بزرگ هست و اون هم کلمه مجبور بودنه. این واژه از تو یک قربانی میسازه. اما در confidence mindset ما این رو تبدیل میکنیم به این که بگیم من فرصت این رو دارم که امروز برای رویاهام قدمی بردارم. تو مجبور نیستی روی اعتماد به نفست کار کنی. تو فرصت این رو داری که بعد از سالها به صدای خودت اعتماد کنی. تو مجبور نیستی که ثروتمند بشی. تو فرصت این رو داری که با ثروت خودت زندگی خودت و اطرافیانت رو متحول کنی. حالا وقت عمله. ازت میخوام که طبق تمرین امروز عمیق‌ترین پاسخت رو به این 2 سوال پیدا کنی. چرا میخوام این پروژه رو تموم کنم؟ دنبال دلیلی بگرد که فراتر از ماده باشه. دلیلی که توی روزهای سخت هم روحت رو بیدار کنه. این کار چه چیزی را درباره تو ثابت میکنه؟ آیا ثابت میکنه که تو دوباره به صدای خودت اعتماد کردی؟ که دیگه خودت رو رها نمی‌کنی و لایق یک زندگی پربار هستی؟ دلیلت رو روی کاغذ بنویس و جایی بگذارش که اولین چیزی باشه که هر روز صبح میبینی. این کاغذ قطب نمای تو برای رسیدن به ثروت ذهنی، مالی و عاطفیه. یعنی تو از امروز به کمتر از یک زندگی عالی و ثروتمند در تمام ابعاد راضی نمیشی. فردا میبینمت.